و زین لهم الشیطان، چرا یا سجده به آفتاب میکنه؟ مزین کرده برایشان الشیطان و شیطان اعمالهم، امی کرداریشانه یک قدر خوششان میاد که پرسان نکو. شیطان در قلبشان در بدعت یارا مبتلا کرده. تو گویی که مولود و بدعت بود، کسی داردش اهل ذلت بود. اگر این چنین است و دعوای تو، بگویم به هر دو جهان وای تو. یک روز میلاد میشه، فریاد الا لاسپیکرها چالان است، مسجد ها چراغان میشه، الا گلا را ویزان کنه، دیگا بار میشه، میله برپا میشه. پیسر از کجا جمع کرده؟ پیسر از کجا؟ تو خیرات در کدام زمان رسول الله دیدی که پیسر خودشان جمع کنه، خودشان پخته کنه، خودشان بخوره و نامشان خیرات بمانه؟ منزل افت خوب است، سلامت مبارک شای منزلا. خدا عمرتون دراز، ایمانتون کامل، خدا با این منزلا رو آباد شما. با تاجرها و کاسبار خداوند در کسب و کاراشان برکت عطا فرما، رزقاشان رو فراخ کرده و از آفتها و شر حاسدان نگهشان دار. ضاعت من ظلمات الشك دجا أن توفقنا يا مولانا. شما بگو این میله است یا خیرات؟ این میله است. شما وقتی که سالنگ میره 10 نفر پیسر انداز میکنه، کباب و بگوی تربوز و خربوزه را خود میبره در سالنگ، اونجا بازی میکنی، کلیتان یک جای میخوری. این خیرات میگه؟ این در مسجد ها چطور خیرات است؟ ملا صاحب، آجی صاحب، ملک صاحب گرد گشته رایسته. یک نفر او بیچاره در اولاد خود در یک ماه 1 پاو گوشت نآورده بیچاره، سیاسرش اولادش شده 1 پاو گوشت پیدا نکرده. آلی مولای استاد است دمی رویش، مجبور میشه رویش میسوزه، پول میده. همین پول به تیبی قلب داده یا نه که خلاف تیبی قلب داده؟ به تیبی قلب نداده، به اخلاص دل نداده، زیر فشار آمده. رسول الله میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. حلال نیست مال یک مرد مسلمان مگر به طیب نفسش. ملا صاحب از کجا میره فتوا میگیری؟ پیسه را جمع کرده چی میکنه؟ دیگا بار میشه. خیرت است میلاد النبی. میلاد النبی چی معنا؟ میلاد النبی چی معنا؟ نه نامش عالی بر اسرائیل جور شده، نامش بگه دیگر رقم میمانه، کنفرانس سیرت است. میلاد با سعادت است که در تاریخ پیامبر گفته می شود، حدیث هاش گفته می شود، آیه های قرآن گفته می شود. قاری ها چی است مثل بلبل واری نظم های در وصف رسول الله می خوانند. عشق پیامبر صلی الله علیه و سلم در دل بنده چی است نشأ نما می زنده می شود. همه چی است منع کردن، ایرا فقط دشمن دین چی است که همه گروه ها هستند که منع میکنن که درست نیست، بدعت دیگر هست که در همین ماه ربیع الاول لااقل چی است نشسته داشته باشیم. این کنفرانس سیرت دیگر روزا نداشت، این دیگر روزای سال بیان شده نمیتونه. تنها در 12 ربیع الاول و دمای ربیع الاول بیان میشه. تو فریب میدی الله را، الله از نیت و ارادت خبر نداره. باز خو محبت ایه وقتی که پیسه را طلب میکنه چی میگه؟ تو پیغمبر دوست نداری؟ نه چرا دوست ندارم، پیغمبرم است، پرتو در میلادیش. 1 نفر نخیست که اوی میلاد رسول الله گفته که بکنی نه. صحابه از ما که خیلی پیغمبر دوست داشت کردن این کار نه. بعد از او تابعین دمو مذهبی که تو عقیده داری بدبخت مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله خدا میگیری، تو را بالله قسم زنت سر طلاق که از امام ابو حنیفه رحمه الله کدام قول داری؟ ثبوت. لیکن شکم پرست هستی تو. امام ابو حنیفه رحمه الله پرست هم نشدی، تو شکم پرست هستی. بعد مرگم کنجی خاکی تاجیکستانم برید، هر کجای توانیدم گذاریدم در وطن، گر مرا انسان بدانید تاجیکستانم برید. پخته کو
باز امی ریش سفید، امی ملک، امی مولا دمو سر در میراب نشسته است، از کلکین به دیگوالای تور میکنه، ریشه هایی جا نشسته است. بیار چمکای کلان کلان آورده میشه در پیش روی از یا ایره دین میگه، ایره محبت چی مینامن؟ بگه رسول الله مینامن. تو را به الله قسم سلامت به مثل رسول الله است. شب بخیر و صبح بخیر گفته رایستی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نیست. تلفنی تا روشن میکنی ای بدبخت الو میگی، لغت زبان مادری تم نمیگی، زبان کافر انگلیس استعمال کرده رایستی الو. بله خب بگو. اگر نمیتونی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کدام رقم مسلمان، کدام محبت با رسول الله داری؟ نان خوردنت، آب نوشیدنت، اخلاقت، نمازت، کدام چیز؟ محبت پیغمبر چی را میگه؟ محبت پیغمبر به دیگ پخته کردن است.